نفوذ در عمق خط دفاعی به وسیله بازیکن خلاق و یک شوت تمام کننده. قلب خط دفاعی خیبر شکست پذیره و با یک نفوذ خوب یا یک پاس خط کشی شده در عمق برای علیپور یا دورسون کار رو تموم میکنه. خیبر که تقریبا موقعیتی نداشت، ملوان‌ها هم از 2-3 تا موقعیتی که ایجاد کردن استفاده نکردن. حالا فرصت در لحظات پایانی و توی دروازه. استفاده از ارسال‌ها و ضربات سر دومین نقطه ضعف تیم خیبره. بازیکن سرزن کم نداریم مثل دورسون، علیپور و بقیه که میتونن از این موقعیت استفاده کنن، چون خط دفاعی تیم خیبر انسجام و یارگیری خوبی نداره. توان خودشون رو از دست میدند. به بازی برگردیم. ضربه کاشته برای تیم فوتبال ملوان بندر انزلی. یارگیری بازیکن‌های دو تیم رو هم دیدید و گل برای ملوان. ضربه مستقیم وارد دروازه. جا موندن خط دفاعی زمانی که حریف جلوی شده بلای جان تیم خیبر. پس اگر هدف کارتال به ثمر رساندن گل‌های زیاده باید اجازه بده خیبر بیاد جلو و بوسیله ضد حمله گل بزنه، چون خط دفاعی به شدت آسیب پذیری دارن. حمله از بازیکن‌های ملوان 3-1 هستن. 3 تا بازیکن تو موقعیت حمله دارن. میتونه دروازه خیبر برای سومین بار باز بشه. خیبر به استفاده از تک موقعیت‌ها معروفه. اونا به خوبی از اشتباهات حریف استفاده میکنن و با توجه که خط دفاعی ما آسیب پذیره باید دقت کافی خرج کنیم. پیروزی دست پیدا بکنه و حالا این بازی فرصت خیلی مناسبیه براش. یه پرتاب بلند محوطه جریمه موقعیت برای خیبر و گل مساوی به ثمر میرسه. بازیکن خطرناک خیبر فراز امام علی که به خوبی از موقعیت مرده گل میسازه. گودرزی رو فرصت خوب برای تیم خیبر، سمت راست موقعیت همچنان هست، ارسال توپ به تیر دو فراز امام علی و توی دروازه قرار میگیره. به نظرم توپ گل شد. بله، پرچم میزنه داور.